این نیست که درس است برای انسان که هیچ وقت خوف از مخلوق نداشته باشه، بلکه خوف از خالق داشته باشه که نافرمانی الله نشوه. ولما بلغ اشده اتیناه، هرگاه که رسید اشده در قوت خود. مراد از شد چی را میگه؟ مرحله تکامل جسم و عقل. وقتی که جسم انسان و عقل انسان خب پخته میشه، اینی مرحله را به نام مرحله اشد یاد میکنه، چرا که انسان قوت پیدا میکنه از نگاه جسم هم از نگاه فکر هم. الله متعال میگه که یوسف علیه السلام وقتی که رسید دمو قوت خود، در مرتبه تکامل خود، آتیناه حکم و علم، ما دادیم برش حکم، یعنی اینطور که فیصله میکرد حق حق می ساخت و باطل باطل، یا فیصله میکرد در بین حق و باطل، و علم ما برش دادیم علم. بعضی مفسرین میگه که مراد از حکم نبوت است، که ما برش نبوت دادیم و علم، و برش دادیم علمی ازیره که چه قسم دعوت بکنه و چه قسم رای دعوت خدا پیش ببره. و کذالک نجزی المحسنین. الله متعال قانونی خود اعلان میکنه که هیچگاه در مورد یک شخص الله متعال طور تصامیم نمیگیره، بلکه هر کسی که اراده خیر داره، نیت صفا داره، در صدد عزیز که من خدمت دین الله را میکنم، الله تدابیر زندگیش مهیا کرده میروه، چرا که تو نیت کرده ای الله متعال خامخا و اسباب برات مهیا میکنه. الله میگه و کذالک نجزی المحسنین. یعنی می رقم که با یوسف علیه السلام نظر به امو فراست و فهمی که الله برش داده بود به خاطر دعوت دین، یعنی می قسم ما محسنه بدل و عوض میدیم، یعنی نعمت مکمل برش میدیم. برای انبیاء علیهم السلام خود نعمت مکمل نبوت است، اما برای کسای دیگه غیر از انبیاء علیهم السلام نعمت بزرگ فهم دین است که الله برش فهم دین نصیب بکنه و مطابق فهم دین زندگی خود عیار میسازه. زمانی که برای هر انسان فهم دین نصیب شد و از او استفاده درست کرد، اینمی احسان بزرگ الله متعال و نعمت بزرگ الله متعال است. الله نصیب ما و شما بکنه. و راودته التي هو فی بیتها. این مرحله سوم داستان یوسف علیه السلام است. الله متعال بندگان نیک خدا مورد امتحانات بزرگ قرار میده. یک کسی را که کدام منزله و منصب حاصل میکنه، باید مراحل ازیره طی بکنه که ثابت شود پیش مردم که یقینا مستحق امی منزله و امی مرتبه امی هست. از امو خاطر است که سر انبیاء علیهم السلام مراحل خیلی دشوار و سخت تیر میشه. این مصیبت هایی که برای یوسف علیه السلام میرسه در طول زندگیش از خردی شروع شده تا این اندازه را. این مصیبت ها مکمل دلیل بالای ازی بوده که یوسف علیه السلام چه قسم شخصیت بود و چه قسم تکامل کرد. تکامل انسان یا رسیدن به یک مرتبه بزرگ این همیطور مفت حاصل نمیشه تا وقتی که فراز و نشیب خیلی سخت و دشوار پشتی سر نگذاری. از امو خاطر است اگر کسی میخواه که یقینا من به یک مقامی برسم، امو تو حاصل نمیشه تا وقتی که تحمل و برداشت امچو سختی ها را نکنه. الله متعال این عادت و چیش است، قانونیش است که بنده های خود اینمی قسم دازمون بزرگ قرار میده. اینجا در این مرحله و داستان یوسف علیه السلام امتحان بزرگ دیگه در دم روی یوسف علیه السلام میآید. او امتحان توسط زن امی عزیز مصر است که به نام زلیخا شهرت داره. دیگه مطالبه میکنه از یوسف علیه السلام از عمل بد انجام دادن، دروازه را بسته میکنه، یعنی دعوت به فحاشی است نعوذ بالله. و اینطور مطالبه عادی هم نیست بلکه مطالبه پخته است. بعد از اینکه یوسف علیه السلام حرکت میکنه میده و پشتی سرش، پس از او باز حتی از پیراهنش کش میکنه، دامن یوسف علیه السلام حتی پاره میشه و بعد از او که روبرو میشه با امرای عزیز مصر گپ افشا میشه، تهمت هم در جانش میزنه، کلی گپا که تیر میشه. پس از او احسان الله متعال میآید. پیش هم اینطور بود، کدام حالات ناگواری که سر یوسف علیه السلام آمد، اما احسان الله متعال در آخر موجود بود، آخر آمد. اینجا هم همونطور است، اول اینی مراحل امتحان، آخر احسان الله متعال. لیکن در این مرحله داستان یوسف علیه السلام خیلی درسای عظیم به ماست. اون کدام درس هاست؟ و راودته التي هو فی بیتها. مراوده کرد. مراوده ای را میگه سخنای فریبنده را زدن که او را در دام خود گیر کنیشه که برآمده نتانه، ای را مراوده میگه. سخنای لشم، سخنای چرب، سخنای دلسوزانه، سخنایی که تو را فریب بده و در دام خود تو را گیر کنه. از او خاطر این جمانای و راودته التي را میکنیم، یعنی به فریب و چالاکی یا به چیسته
بسیار به گپای نرم و زرندود مطالبه کرد. التي اموزن هو فی بیتها، که یوسف علیه السلام در خانه ازی بود. از چی مطالبه کرد؟ عن نفسه، از نفس یوسف علیه السلام. اول مطالبه بود. و غلقت الابواب، معلوم شد که دروازه ها زیاد بوده، یعنی این در کمره یا اتاق خیلی داخل بوده و کل دروازه ها بسته شده. و قالت هیت لک، بعد از او گفت بیا دیگه، هیچ مجال نداره که تو امرای ما این کاری غلط نکنی. هیت لک میگه یعنی بشتاب بسوی ما، یعنی چیزی را که ما برای تو مهیا کردیم تو پیش ما بیا. قال معاذ الله، یوسف علیه السلام میگه پناه به الله هست، یعنی ما پناه را بسوی الله میبرم. انه ربی احسن مسوایا، عزیز مصر مالکم است، مرا خریده و احسن مسوایا، آراسته کرده و زینت بخشیده جای مرا، حتی تو را امر کرده بود که جای باشی از را درست کو، معزز نگاه کوشه. انه لا یفلح الظالمون، کسی که ظالم است کامیاب و رستگار نمیشه. ظلم امیر میگه که از نان ازی استفاده کنم و مرا من حیث امین خانه خود قرار بده و ما بخیزم بزرگترین خیانت مرتکب از او شوم. در این آیت یک کمی تأمل میکنیم، میبینیم که حالت چی رقم است. اول موضوع، مزدورا همیشه در خانه ها تنها زندگی با زنا نکنه. تمامی بدبختی هایی که پیدا شده همیشه از این قسم حالت ها پیدا شده. در زمان سابق سایمنصبا بودن، سایمنصبا کلش در وظیفه می بود. اسکرا را خیلی خشره اسکر می بیدن که اینی آدم پخپلوگک است، اما تمامی بدبختی از او پخپلوگک ها می خیست. این را می بردن در خانه های خود. قرآن درس میده برای ما که ما قطعا سیاست خود با یک نفر در خانه آزاد نگذاریم، بلکه این را خود چی میکنی؟ بچه خاله و کاکا و ماما، امو کسایی که محرم نیسته، اینمی رقم آزادی دادن سبب بدنامی بزرگ و رسوایی بزرگ است، هم از دنیا از آخرت. امروز که هر جای شما ببینی که امی پدیده شوم پیدا شده، بدنامی پیدا شده، عاملش آزادی است. وقتی که دختر و بچه را آزادی مطلق دادی، هر طرف رفت و آمد کرد، در خانه زندگی کرد، حتما منجر به این گپا میشه. انسان باید این قسم نباشه. خلوت، گفت پیغمبر علیه السلام گپش بسیار طلایی است و میگه در یک خانه خلوت نکنه یک زن و مرد، به خاطر که ثالثش کیست؟ شیطان است. یک موضوعی برای ما واضح شد. چرا که عزیز مصر در وظیفه میرفت، اما زلیخا با این طور شخصیت یوسف علیه السلام خو یک جمال و جوانی عجیبه داشت. زلیخا بازم تا این مقدار که انتظار کشیده، یام خیلی سخت است. آفرینش، خانش آباد بگو برش. خب دوم مسئله، معلوم شد اصل عمل زنا از کجا شروع میشه. یادتان باشه در قرآن کریم زمانی که حکم زنا بیان میشه که مراد از او دره زدن است یا سنگسار است، اونجا از زانیت و زانی گفته، یعنی اول شروع از زن شده، زن زناکار و مرد زناکار. علت چیست؟ که در از سارق و در سرقه در دزدی اول مرد ذکر شده، از سارق و چیست و سارقتو. علتش چیست؟ که همیشه دزدی از مرد صادر میشه و مورد مزاحمت هم مرد قرار میگیره. که مرد دست آزاد است، قوت داری، برو کمایی کو. اگر یک کسی مجبور باشه دزدی کنه خب باز یک عذر وارد داره، اما تو مرد هستی، آزاد هستی، هر طرف کسب و کمایی کرده میتونی، چرا دزدی میکنی؟ هم دلیل بالای مزاحمتش است و هم عامل دزدی اکثر مردا می باشه. اما در مسئله زنا عامل زنا دختر است که دختر تن نده، هیچ کسی نمیتونه که قطع از او زنا کرده بتونه. چرا؟ بخاطر اگر موافقی از این نباشه. یک تعداد میگه ما به زور و به اکراه شده، این گپا کلش غلط است. زمینه مساعد کردن و این گپا کردن، آخر هم نعوذ بالله برو عزتش میریزانه، باز رسوا میکنه شه، بیچاره باز نکاح کرده نمیتونه. این گپا در حد نهایتش رسیده. نه، چرا که اینجا مراوده یا طلب از زلیخا شده. دو مسئله. سوم مسئله، عمل زنا زمان صورت میگیره که مقدمات پیش از پیش باشه. ما که همیشه تاکید میکنیم که موبایل گپ زدن، حتی رساله را به یک دوست خود که بسیار دوست نزدیکت است، خب آدم موحد است، برش رساله روان نکو همشیری جوانم قطعا، و تو بچه جوانم چی بچه برادر جوانم رساله را برای کدام دختر روان نکو. عامل اصلی و مبدأ تمام شهرها اینمی رقم می باشه. شر از اینجا ایجاد میشه. یک روز سلام دادی، دیگر روز کلام میکنی، دیگر روز گپا در سرحد دیگری میرسه.
زلیخا از امیر را میخواه یوسف علیه السلام به دست بگیره. از اول مطالبه زیر نکرده که بیا قطعا نعوذ بالله کاری بد بکن. از اول خیلی گپا را گفته. یوسف علیه السلام توصیف کرده چقدر خوب مویا داری، در بعضی تفاسیر گرفته چقدر خوب چهره داری، دست داری. او باز هر کدامش که برش میگه مویای خوب داری. گفته اول از انسان که در قبر مانده میشه مویا ریختانده میشه. باز میگه چقدر خوب چشما داری، گفتی میفته از کاسه سر انسان. باز میگه این رقم جوانی داری، گفتی کلش چیز زایل میشه. یعنی این یک قسم دعوت میداد، او برعکس جواب داده روی بود. اینمی مقدمات سبب واقع شدن در گناه میشه. این 3 نکته. 4م کمال نزاهت و پاکی یوسف علیه السلام در اینجا بیان میشه. شخصی که در خانه زن است، تو که 2 روز در خانه کسی زندگی بکنی مرهون احسان ازو میشی. هر رقم امر و فرمان که برات بده حتما تابعداری میکنی، بالکل تابعدار میشی. اما بیایم که آیا دمی طور موقع تابعداری تا کدام حد داره؟ بله، امو حدیث پیغمبر علیه السلام لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق انما الطاعت فی معروف. چیسته؟ فی المعروف. طاعت در معروف می باشه، در کاری که مشروع و روا در دین می باشه، ولو که پدر باشه، صاحب منصب باشه، قماندان باشه، هر کس باشه، امرش فقط در داخل چوکات دین است. اما مردم ما خود تباه کرد. قماندانا فرمان میداد فلانی را بکش، جنابی بادیگارد با سعی نمیکرد کی رواست یا ناروا، دست میزد. چرا؟ این خالقی تاست، این اللهی تاست، چی تاست که توی کارا میکنی؟ باز چی میگد؟ یا کسی را آبرویش برزان، یا کسی را لط کو، یا مو رقم کارا را میکرد. باز میگفت ما زیر چیستیم؟ امر هستیم. زیر امری کیستی؟ الله تو را آزادی نداده، تو را حر پیدا نکرده، تو خوی تور نیستی. اینا بس اوقات نعوذ بالله استاز در مکاتب امی قسم استاز بود، امر کد مرا، امری استاز، امری پدر، امری قماندان، امری پاچا در یک محدوده شریعت نافذ است. در امر مباح، نه در اموری که خلاف شرع قرار میگیره، در اونجا قطعا نمیشه. اینجا یوسف علیه السلام آنقدر قدرمند انسان است، آنقدر سپاسگزار انسان است که اون در حالت غیبوبت عزیز مصر اینمی قدر پاسداری از حریم از او داره. اما آیا امو خدمت و امو جایی که درست برش تیار کرده زلیخا، آیا پاسی از زلیخا را نداره؟ بالکل داره، اما پاسش در محدوده شریعت می داره، نه در او امری که بیرون از شریعت باشه. پس وقتی که اینطور زن از او مطالبه بکنه و بعد از او دروازه هم بسته بکنه و بعد از او برش میگه که بیا دیگه تو را ماندنی نیستم، چی درس عظیم است. زمانی که 3 نفر در غار گیر میشن و در دان غار سنگ کلان میفته و 3 نفر مایوس نمیشه، به مو اندازه توان حرکت انجام میده. این درس هاست در قرآن کریم. طور حالات ها که میاد در حدیث برای ما و شما درس هاست. انسان در مرحله نهایی که قطعا توقع نداری که من خلاص شم، نه حرکتی تا توقف نده. یک چیزی که در توانیت است استفاده کو، استعمال کو. اما 3 نفر دیگه چیز هیچ زور نمیرسید، اما شروع کردن به دعا. دوستشان دعا کردن بود، اما عمل نیکی خدا پیش الله متعال وسیله کرد و بعد از الله مطالبه دعا کرد، سنگ دور شده. هاجره رضی الله عنها زمانی که آب خلاص میکنه به اندازه توان بندگی خود در بین صفا و مروه 7 گردش دویدن میکنه. اینی قدر دوستش بود. انسان تا مرحله آخری را دست و پاچه نشوه که بیخی من خلاص هستم. این را به خاطر میگم یک تعداد دوستای ما که یک در زده دیگه در زده کار پیدا نشده باز قرار خو میکنن. نه، تو حرکت بکن. یک کمکی کاری که هیچ فایده کم داشته باشه او را آغاز کن، در صدد ازی باش که کاری زیادتر پیدا شوه. خود دست و پاچه نساز که نه کار نمیشه. اکثر محصلین شاگردای مدارس و مکاتب همینطور است، یک درس که نفهمید باز همونطور میندازشه، یک نوشته که اسمش خطا شد کتاب سر دور قلانج میکنه دیگه نمیخوانم. نه، انسان بالکل خود مایوس نمیسازه، یک کمی پیشرفت میکنه، قدم میگذاره به اندازه طاقتت. الله متعال طاقت تو را ضایع نمیکنه. شرط است. در اینطور خانه های بسته شده کی امید از این داره که از این زن خلاصی شود؟ قطعا. لیکن یوسف علیه السلام میدانه، درس دین خوانده. درس دین اینطور خوانده که امور 2 قسم است. یکی اموری است که به اسباب صورت میگیره، یکی اموری است که بلا اسباب.
اموری که به اسباب صورت میگیره توسط مخلوق است، اما اموری که بلا اسباب صورت میگیره توسط الله متعال است. تعجب است، چی درسای عظیم است. یوسف علیه السلام صدا نکرده که یا الله بر روی پدرم یعقوب علیه السلام پیغمبری برجسته است، بر روی بابایم اسحاق علیه السلام، بر روی بابا کلانم ابراهیم علیه السلام حالت مرا درست کو. معاذ الله، میگه معاذ الله. به الله پناه بردن است. در هر مرحله، در هر موقع، در هر تنگسه، در هر ضیقت، در هر شکنجه به الله پناه بردن است. آیات های قرآن کریم همینطور نیست، برای ما درس میده که ما در حالت نهایی خود فقط به الله پناه ببر. یوسف علیه السلام میدانست که اینجا بلا اسباب قلف انداخته، قلف است بی کلی واز نمیشه، لیکن در مورد ما، در مورد الله متعالی قلف همونطور واز میشه. از او خاطر میدوه. تا کجا را میدوه؟ دروازه خوب بسته است، دمی مقدار باید بدو بکنی، امی قدر مسافه گریخته میتونی، امی قدر مسافه گریز بکن که الله در عمل، در حرکت نتیجه را مرتب میکنه یا نمیکنه. بالکل مرتب میکنه. دامن پاره میشه، دروازه خود به خود اعلام میشه، در دمیوری عزیز مصر میایه. زن چی کارا میکنه اینالی؟ اینجا برای ما چی درس است؟ یوسف علیه السلام یک سخن میگه برای کی؟ زلیخا. قال معاذ الله، به الله پناه میبرم از همچون عمل، اینطور عمل ما انجام بدم. این عمل گناه را. و جوان بود واقعیت و تمام عمر در جوانی خود رسیده بود، مسافر بود، کی خبر میشد؟ آسان گپ بود. شیطان 1000 قسم وسوسه را در قلبش پیدا میکرد، اما ایمان، روشنی ایمان نگذاشت که این عملی بد مرتکب شود. از همون خاطر است برای جلوگیری از اعمال ناشایسته هیچ راه دیگری مؤثر نیست به جز از عقیده و ایمان پخته که در قلب انسان است، که در روشنی از او تو زندگی میکنه. اگر ایمان تکمیل بود، کامل بود، انسان مرتکب جنایت نمیشه. ترس الله تو را فرا میگیره، میفهمی که الله مرا میبینه. اگر همینجا پدر باشه مرا ببینه، یک آدم بیگانه باشه امی کار مرتکب نمیشیم، اما الله که مرا میبینه چطوری کار بکنم؟ این بسیار سخت است. عقیده داشتن به این که الله مرا میبینه این بسیار موضوع مهم است در زندگی انسان، که الله مرا میبینه. خلاص همین نکته را در ذهنت تقویت داده برو، تقویت داده برو. باز بعد از او برات واضح میشه که تو مرتکب کدام گناه میشی یا نمیشی. با تاسف در دنیای غرب این مسائل و موضوعات قطعا وجود نداره. این یک موضوع. معاذ الله، به الله پناه برده، خود سپرده به الله متعال. دوم چی میگه؟ انه ربی احسن مثوای. الله اکبر. یوسف علیه السلام برای زلیخا تنبیه میده که صرف به خاطر یک کلمه عزیز مصر که تو را گفت جای باش یوسف علیه السلام گرامی دار، معزز نگاه کشه. امی کلمه سبب ازی شده که گاهی در حقش خیانت نکنم، چون قطمه احسان کرده ما احسان فراموشی نمی کنم. همین یک جمله در ذهن ما موجود است. او تو چطور که شریک زندگیش هستی، عقد و پیمان نکاح هم قطعش بسته کرده ای، تا لوز داده ای. نکاح بسته کردن لوز دادن است. لوز میفهمی؟ تعهد کردن است. شوهر تعهد میکنه تمام حقوق واجبی تو را به شکل درستش ما تکمیل میکنم، و زن امی قسم تعهد برای مرد میده. ای زلیخا چقدر خیانت میکنی در حالی که تو مکمل زندگی را با این شوهر با کمال امانتداری پیش میبری، تو چرا خیانت میکنی؟ ما وقتی امی کمک احسان عزیز مصر در ذهن دارم، تو چرا احساناتش در ذهنت نمیگیری؟ اما او درک نمیکنه این حقیقت، این واقعیت. از این آیت بر ما واضح میشه کسی امرایت احسان میکنه، نیکی میکنه، و نیکی و احسانش فراموش نکنی، در ذهنت بگیری، بعد عوضی از او را بدی. انه لا یفلح الظالمون. یوسف علیه السلام قانون، یا ایست که گپ یوسف علیه السلام است، یا ایست که گپ الله است. الله قانون خدا بیان میکنه. هر کس ظالم باشه در مقصد و مراد خود نمیرسه. ظالم بزرگترین ظالم مشترک است. بعد از او در هر مرحله گناه، کسی که گناه میکنه او ظالم است، نقصان حق خود میکنه، نفس خود به عذاب الله پیش میکنه، از او خاطر ظالم است. ظالم در مقصد خود نمیرسه.